او خوینم ترسن هر دویش. نه او خال قندگلش خب بازم یک کمک خوب است که از موتاو نه خدا از ستاره و از شیرین گلش نگاهی کنه. نه کاکا حالا یک پس خو امی خودت میفهمی که کل زمین مشتری های نظامی کرایه نشیناک خانه تان است من میارم برید. من نیکی خواه و خیر خواه خودت هستم. میرسه که از دست از مرغای زیاد دیوانه هستم کش دیوانه ما کدی نک از خال قندگل نمیبینیم مردارتان میکردن. خود چی کنیم پیره؟ حال چرا خودت نمیری نان نمیری؟ من بلد نیستم این طرف رو خونه آمدیم دیگه. حال نه تو بر آمدی اینجا نان باییست. خب خیر از حال تو رفتی چی میشه کاکاوی؟ خاله گلبخت او خاله گلبخت خاله گلبخت کجاستی؟ سلام کاکا چه و علیکم سلام. خوب هستی بخیر جان جو شکر شما خوب بخیر هستی؟ هستی کجاست مادره؟ مادرم رفته تا یک ذره سودا مانده بودم اون رو بیارم. خب پیسه کراری چی کرده؟ پیسه کراره باشه نه من برات میارم خیر است. خب بیا. اینه کاکا. علی کاکا نگو دختر حالا من از خود نام دارم. صد خونه چی بگویم کاکا نگویم؟ نام من خواسته گل است. خب کاکا خواسته گل. علی کاکا نگو نه؟ خب برسه ایست دیگه نمیگم. این 5,500 است 8,000 گفته بودم. خب خیر است دیگه اونوش بگی باز مادرم کامد دیگه شه باز مادرم میاره دیگه. این خود 2,500 کم است. خب خیر است دیگه کاکا والا گفتم مادرم که حالا کاکا نگو این پیسه رو بگی کاکا نگو میگم من. خب برسه ایست دیگه کاکا نمیگم. اون مادرم خواسته کامد گل باز است نام دیگه شه باز مادرم میتر. خواهی تو نشه که دیگه شما مادرت 2,500 دهی ما کم 2,500 دیگه ما کم 2,500 دیگه ما کم یک وقت همون توی دیگه هم سایه وری شوی شما. نه مادرم کامد باز میتر برید. این پیسه تون چطوری تو نو نواست نه که از خارج آمده براتون. او ما کجا خارج کجا؟ خیلی از کجا کردیم پیسه نوه؟ خال چی میکنین پیسه است دیگه از خودگی خویشاوند نداری؟ نه اگه داری بیاری که هم سر جوابتون خوب است یک کم پیسه شما میتی و خودش این پیسه هم نداره. نه گمش کنه چی کنیم که بیارم خود ما اینجا آمدیم. پشیمون هستی که تو میگی جا آمدیم؟ نه کاکا پشیمون پیش از شما اینجا 100 نفر دیگه آمده که من کسی نشناسم خانه رو نمیتونم. از شما خوب است شاید اوی چیز و دخترک دریاگک اونو خوب است واسطه تان شد اگر شما رو من خانه رو نمیدادم. وی الا وای یک گپ دیگه او دخترک نیست چی دریا خواه از او خودت دور نگاه که مردم ها رو در جنگ مندازه. یعنی دو تا ورزن نزدیک در کشتن یکی دیگه داده بود. نه من چی کار دارم من یک سلام علیک دارم که از دیگه. خب مقصد اینه من گفته باشم که از او دختر خودت دور نگاه کن. نه من کار ندارم فقط اونم سلام علیک دارم خلاص دیگه. و یک گپ دیگه خب خواه شاپاچا رو نگویی که من ایره پیسه رو داده. او کیست؟ نمیشناسی او را؟ نه او بچه کاکای مسئله خانه از پدر برای ما میراث مانده ما از او شریک هستیم. بوده 4-5 رو شد کدام جای رفته چکر. کاکا تو خوب کاکا نگو کاکا نگو. خب سعیست دیگه نمیگم. خایسته گل خایسته گل خایسته خان. سعیست از شما خوب است خیلی خانه برتان میراث پدری مانده از ما نه از پدرم بر ما کدام میراث مانده نه از پدر کلان. خیلی شکر رو بکش بازم شیطانه که دریاگه که شکرش بکش که آوردتانه در اینجا. خوب است. نه بیخی خوب است. خوب است تو قضیه خوب نیست دیگه. خب برو مقصد مادرت که آمد بگو 2,500 روپیه دیگر هم بده. خب سعیست حال رفتن کم سودای ما چی وسایلای ما دو خانه دیگه مونده بود رو میاره. زیاد فکرتانو بگیری وسایلا زیاد نمانی کال خانه چپه نشه یک دفعه. وی این خانه بخی قدر کنه قدر نه خو شما آورده میری 4 رو شد که آورده میری چقدر 2 نفر چقدر وسایل داری شما. خب قضیات نیست دیگه ما کم کم اندازه نه کنه فروشی دارین چی بالا. نه خدا نکنه. خی چی آورده میری از کجا که دیگه قدر زیاد. خونه ما از خود ماست دیگه. نه ما میایم اینجا چک میکنم اونم 2 اتاق فرش باشه که توشک چیزای اضافگی. کاکا جان اینجا نگاه نکنین یک دفعه. کاکا نگو میگم ات خایسته گل است نامو. خو سعیست اون باز کاکا جان شایسته گل است خایسته گل است خونه ما چی است دیگه. روز اول که ما قرارداد نکرده بودی که وسایلاتون کم باشه. آله نه روز دیگه قرارداد روز کاش که در روز اول قرارداد برتون نوشته میکردم که یک زنم بریم بگیرین حالا میگرفتین.
نه مال چی دادن؟ خیلی چی دیگه؟ خونه مادرم که آمد باز همین نام تو چی هست؟ یادم رفته نامه. نام من؟ آه. نام من چی میکنی تو کاکا؟ بخورم نامت خو یک دفعه هم نامت خودم یاد بگیره نام چی است؟ نام من فرشته است کاکا. خب فرشته. باش تو خودت هم فرشته بود خب باشی جنگرک. چی گفتی کاکا؟ چیز نه اما تو گفتم ما واقعا نامت خو سعی نوازونو با که برو پیسه ما رو رفتم مادرم خداحافظ. میارم. مقصد شاپاچا رو نگوین خود پیسه دادیم. خوب است یا سعی مادر تا خداحافظ. پیسه رو بده. والا خود پیسه بکن. فرشته 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 آمدم. هستی؟ هستم. هر صدا میکنیم جناب ابراهیم. سلام علیکم. خوب هستی؟ بخیر سلامتی جان سلامت. جور است. خوب شکر هستی؟ تو خوب هستی؟ بخیر آمدی؟ خوش سلامت آمدی. باشی. خوش برم باشی. خانه. جور باشه. من همینجا گفتم کم امروز گپ بزنم باز خانه برم که کار دارم. خواه حال خیر است برم خانه چای بگی. خیر است باز من خود زیاد میایم دیگه مثل خواهرم هستی. شکرال که اینجا آمدی تو هستی دیگه من بخیر دلم جمع است از عالم آدم بنیاز. تشکر. خورک من گفتم امی یک بابت بگویم که یک چند روز بعد در می قریه یک دخترک است به نام نسرین. خواه. تو نمیشناسیش من میشناسم باز عروسی ما است خب خواه. من گفتم خبرت کنم که یک دفعه باز اگر عروسی ببرم تا لباس نداشته باشی خود دختر است خودت میفهمی که باید لباس مناسب و هرچی خودش خوش داره داشته باشه باز من گفتم در عروسی زمان خبرت کنم. باش حال خو مادرم خانه نیست رفته در خانه دیگه ما کم مسائل ما کمش مونده بود رو بیاره. دیگه ای که پیشتر اونو کاکا چوکیدار آمد اون موقع پیسه که در خانه بود ما پیسه پیشکایی از او را دادم دیگه باش مادرم گفت من برم سودا چی وسایل را از خانه بیارم باز گفت یکم پیسه از مامایت از اینا بگیرم بیارم باش مکدش بگویم خب که چی میگه بعد از او باز اگه مادرم اجازه داد باز میریم. خوب است تو امرای مادر بگو باز من میایم دوباره از تحوال میگیرم اگر مادرت اجازه داد که بری خوب باز من کدیت بازار میرم بیا من دیزاین لباس رو بگیرم. ببین این دیزاینک چقدر خوب شد چقدر مقبول است نه این دیزاینک هم جدید آمده تویش ببین به خدا ببین این رنگش خیلی قشنگه ولی این دیزاینکش باز خیلی مقبول است خود دیزاین زیاد است هلا یک قدر بازار چیزایی نه تو رفته بودی؟ من رفتم دو روز پیش نه برای خودم باز لباس و چوری و کلی چیزا رو گرفتم پیسه باشه دیگه فقط بخری من خود زیاد چیزا گرفتم خب خیلی باشم مادرم بیا یک دفعه خب من خب بدون اجازهش نمیتونم کار کنم خیلی مادرم بیا من کارش بگم اجازه رو بگی ولی متوجه باشی خاله من امرای تو میگم امرای کس دیگه نگویی پیش مهتاب ستاره کم نبیم هر دوی ما یک جوره بگردیم که دمی داخل قریه و در مخصوصا عروسی یک جای بریم که دلشان بکفه نه من که از اونا کدام مشکل هم ندارم اونا هم که میبینم تا جایی که میبینم دخترای خوب هستن خب بازم خیر است باش مادرم یک دفعه بیا خود که مکدش بگویم که چی میگه باز اگه نمانده من خو عروس نمیشناسم نه عروس خب پشتش نگرد عروس خب تو نو آمده بیاز نمیشناسیم ولی اینمی چی من دعوت کده باشم مرا ببینی چی و عروس دعوت کده باشه بخیر از او بابت خیال جمع من گفتم استاره و مهتاب نمیشناسی تو خب از بیرون قادمای خوب فهمیده میشن نه بازو من چون خیمه تابال و قضیات کردشان نگشتم خب باز همون تو که دو سه دفعه دیدم دخترای خوب معلوم میشد من در اونا کارم ندارم خب باشه دیگه مادرم بیا یک دفعه خب ما کارشان نداریم مگه باز امرای مادر بگم من باز از توال میگیرم خب باشه سیز خب برم خانه چای بگی جور باشی میری آله خیلی سیز بخیر بگی دیگه خدافظ خب باشه سیز خدافظ خوش آمدی مادر جان بر چای بیارم؟ نه نمیخورم مانده نشدی؟ نه مانده شدیم خود زیاد نه خواه وسایل رو جا بجا کردی؟ جا بجا کردی خواه وانه راستی مادر پیشتر رو کاکا چوکیدار آمده بود چی میگفت؟ چی پشت پیسه آمده بود خلا خود میدادی اما رو پیش تو مانده بودم من خود پیسه رو که تو پیش من مانده بودی او رو خود دادم برش چرا باز گفته که 2,500 روپه مانده او رو مادرت کامت بگو تیز کده بر ما بیاره خلا خب نگفتی که میریم دیگه چرا حوصله خوب باز میریم
مچم دیگه خانم تو گفت خب خیر است دیگه پیسه باز میتیم برش دیگه. حالا هستیم ما اینجا فرار نمیکنیم. خب ما زود نمیپریزیم از اینجا. دیگه اون راستی مادر دریا آمده بود خب گفت که یک چند روز بعد در منطقه چی عروسی است یک دخترک است در نام نسرین. باز گفت که مرا گفت که تو هم که ما بیا اونجا عروسی بریم. نه بچه اونجا چی میکنید این قزود نمیشناسیم نه دیگه حالا کجا میری؟ خب ما در رو گفت بیا که یک جای بریم دیگه. من نه میشناسم دخترم حالا خوب میشناسد تو خود نمیشناسی. یک چند روز حوصله بکو طرف با زنا آشنا شویم چه قسم آدم هاست نیست بعد از بریم. خونه او گفته که نه فکر کن ما که دعوت کردیم یعنی فکر کن تو را عروس دعوت کرده اونم تو دیگه گفت بیا که ما بریم. خب خیسه ایست اگر شد خب باز برو اگر نشد خیر است. خب باز اینال ما که اونجا برم کالام ندارم نه تو بر ما یک ذره پیسه بده که ما باز برم بازار بر خود کالا بگیرم. بچه مال پیسه ایج نیست کجاست پیسه؟ اونجا رفتم که از خانه مامایت بگیرم موم نداشت گفت یک ذره حوصله بکو یک دو روز که ما پیسه پیدا کنم باز برات میگم. خال چطور شو ما در مکه اونجا برم خوینه دیگه اونجا کلش دخترام میای باز ما کالا ندارم دیگه. خب عزیز مادر یک ذره حوصله بکو تا پیسه پیدا کنیم دیگه وقتی پیسه نباشه خو نمیشه نی. خیر است اگر پیسه بیافتیم خو میریم اگر نشد نمیشه. خب برو سعیس خیر است مادرم هر چیزی که تو بگی من تو میکنم دیگه. باز اگر پیسه اگر مامایمشان آورده خو نگه خب باز خو میریم اگر نشد دیگه هیچ خیر حوصله بکو اگر خب اگر نشد هیچ. خب سعیس مادر بشیم یعنی انجیر چی تو خوب رسیده برو زمو بفرست بکن. باشه سعیس من خیبرت میارم. آنها بچه ما یک تا اونجاست دو تا اونجاست آنهاش که رسیده بکن. خب سعیس مادرم باید تلفن نیست اونجا. الله به عقل آدم مرا ترسانی ما گفتم خیلی خاله قندی گل است. من خوب هستی؟ خوب هستی بخیر جان و جور. کجا گم بودی تو؟ این چه رقم آدم والا هستی تو بچه به کاکا خدا؟ رفته بودیم دیگه کمیاندی چی حالا بچه کاکایت هم گفته بودم تو هم یک چیز گفته بودم. چرا خال هستی؟ حالا تو که کلا بیا در زاره ما را کفاندی یک هفته از تلفنت گل خودت درکت نیست. او بچه رفته بودیم کمیاندی والا چکر رفته بودیم. همیاندی والا خو اینا نگویم از درد دل بگویم سر تو رو چی کنیم ما به درد چهار دیوالی قید ما کده به در 24 ساعت میگه. لا حول ولا یک چکر خوب برای آدم اصول چکر بدن دل آدم تازه حالا نمیشه خو یک انسان خواست خو میره خو آدم میگه که ما رفتم. جای رفته بودیم اونتنا کار نمیگه دره بود دره. سرسبز حالا جای اینجا بود. حرکت کردی خو انتنا کار میداد تمام خو مغز داری یا اینجا مغز خب نیست. بس بند بودیم دیگه دیم کندی والا دیگه به در فکر نکردیم سنید با خدا پیر شدی میر نشدی تو. چه چی رقم کنیم؟ آدم هستی خدا رسی زاره ما را کفاندی. حال چرا بر خطا بودی یا باید خب من خود جا اشتک خونه بودم دیگه خبر خطا از تو بود. که اشتک خوب است که حداقل بیسکیت خریدن میره میگه خو ما رفتم بیسکیت خریدن. اشتک خو بگم؟ نبودم. تو رفتیم دمیری بند شد بازی ماندیم. خوردی عقلت از اشتکاست. بابا بچه اندی والا بود یه رفتیم دوستارا دیدیم بخیر دیگه بند ماندیم و نمیجه بعد میمانی بود دا برو بالا برو دیگه بعد مصروف شدیم. تا برو بالا برو. حالا سر تو خود دل ما پر بود حالا تو خب هر یه تن آبی در زاره مرا اینجا کفاندی. سر تو دلم پر بود. چرا چی شده حالا خیر حالا چی شده گم بودی یک هفته گم بودی اینا کلی قوم میامد از یخن من میگرفت که سر میراث پدری زدی بچه کاکا رو کشتی چی که خنده در بیچه گپا نگرد کلش هست لالا کلش هست لالا کسی گپا نگرد خب خوب هستی بخیر آمدی خدا او چی میکنی که بر ما گفتم یک دو جور کالا جور کردم و کالا ما در هتل پیش ما یاد ما را تو اینا تو گنگ آدم هستی یکی به تو جور کردم یکی به خود کالا جور کردم از سمت شمال خطر خوب است که آمدی زاره مرا دیگه کفاندی کالا ما پیش ما در هتل یاد ما را دیگه یک چادرک نو خریدم خستم اومدم گفتم بگم مشکل دیگه چی کنیم برو خوب کردی خوب است که آمدی و یک چیز دیگه خوی همسایه نوم شاندیم خب تو متوجه از او هم باشه کمکی من تا یک ختم رونده استم خب خستم هستی اگر خسته چی هستی خاله خو
نه همسایه مثل دیگه همسایه باری نباشه. نه والله تو خوب مردم هستند. می روز اول یک چیز کرام پیشکی داد، خوب یک گوشت هم آورد. خو صحیح است. چی کردی پول برق و کرای خانه رو از او گرفتی پیسه؟ نه او همون تو جنجالا مانده گم که تو پشت از اون مسائل نگرد. تو بیش خدا پرته. اگه خسته نیستی کمی همسایه بغل یک ختم داره، من تا می ختم میرم پس میایم باز گپ میزنیم. خب یا چرا هم برم نرم چی کنم؟ دلت دیگه خب بس اگه خب من میرم خیر یک اگه 20 خبر دقیقه دادی بشی. تو خب برو دیگه. خبر خدا داد اگه قرآن نه گفتم سر به دیرم خود بگو دیگه که که بیایی. رفتنش دیگه مزه نمیده نه ما سر به خود داروسی پدر خود دیگه نرفته. خودت بگی مسد برات بیارم. برو تو برو برات خیر تو تو بیارم برو. یا نبیارم حاله. نه من تایید هستم بشیر برو. برو اگه شد برات تو هم میارم. خب برو نه برو تو کار تو نه برو اگه شد میارم برات. برو خو سعید گم که خودم به چند روز دیگه برنج خوردی حالا. تو میمانی ها بود بیاد. میمانیای چی بود؟ برو ما رفتم. خب ما برو رفتم خدایا اگه شد برات میارم. برو بخیر. اینجا حالی زیر سعی کن کجا گم بدی. آبا تو خوب بودی دیگه میگه کجا گم بدی. رفتیم چکر دیگه 24 ساعت دمی 4 دیواری باش بیادر که ای جنجال کو کرای بل برخه بته که کرای خانه را بته یک نفر را شونده که بیادر باشی دیگه شونده که دیگه چه رقم است. این دوز نبرای کار ما رو لج نکنه. بیا دیگه خدا من دادیم میگه بیادر توکل به خدا که چی میشه که همسایه دیگهش کن چه رقم باشه مثل دیگه وری جنجالی نباشه. ولی که ای بخی با سرد ماده کم جای دیگه نرس. هی یک چکرهای زدیم ملا. اون کالا ما پیش مادم هتل ماند. نوش جان کسی گوره گرفت. بله سلام زهرا جان، خوب هستی؟ تشکر جانم. تو خوب هستی؟ مادرشون خوب است؟ شکر. بچهش ما هم زیاد دق شدیم پشتت. بچهش اونجا خوب بود. این ما چند سال اونجا بودیم خوب که یک دیگه خوش شناخته شده بودیم. اینجا نه اومدیم هیچ کس نمیشناسیم، تنها یک دانه دختر است دریا. اونو تو هم میشناسی کم تو منی؟ اونمو دریا. یک که دونه زمو یک ذره آشنا هستم خلاص دیگه کسی ایش نمیشناسم. یک قدی قوردیم که ایش نگو شما میجی طرفای ما نمیین. بچهش خوب است دیگه. خانه ما هم دیگه خوب نیست دیگه. فقط یک دانه باغچه‌ک داره که اون وقتایی که دق میشم دیگه باز میایم که مادر ما اینجا فرشک میندازم اونجا میشینیم مالم اونجا شیشتیم. بخیر چی وقت میای خانه ما؟ بچهش خوب یاد دیگه مدق شدم خیر است. اون دیگه دخترها رو بگو که شما کلتان یک روز بیاین خانه ما باز خیر است. هر چی که گفتین من براتون پختام میکنم. خب خیره این دفعه شما بیاین باز دفعه دیگه خانه ما رو بلد شوین نه باز دفعه دیگه خیر است من میایم. خب برو شکر که خوب هستی دیگه احوال تا گرفتن. سلام برسان مادرشونه. دیگه خدافظ. یعنی اولیتان بسیار خوب است که اینجا سبزه است تو درخت خوبه که نمی است. آدم خوب اگه است. قدیق شده بودم من آمدم گفتم ازت بپرسم امرای مادرت گپ زدی؟ بچهش من که مادرم گفتم مادرم اجازه نداد. حالا بلا نزنید یک مادر ترازی نمیتونی؟ باز پیشکی داره دیگه خب مقصد با نگویی که ولی ما رو خبر نکردی. خیر است مشکل در اول پیش. خانه را که خوشت آمد خانه را سعی کو دیگه باز جرمه دیگه. نه باز پیشانی مرغام نیست مرغام برده کل یک مرغام اینجا نیست سعی کو تو مرغا یک کلنگی است نه تو کجا است گنگ زنا تو کجا بودی او گنگ یک تفنگش نبرده باشه ما تو داخل نمیریم. صندوق خدا را هیچ چیزی هم نداره والله اگه هیچ چیز داشته باشه کامزی سر ما تو نمیکنه تو اومد برو دل جمع نمیره جور میکنی. و کاش که امروز که خودت آمده بودی من میبودم کمی مردم ها رو میدیدی او گنگسلا بچه کاکایم بود این ما قدر جنجال نمیموندیم.